سلام به همه دانشجویان عزیز، به چنل ما خوش اومدید. امروز اومدیم با ویدیو جدید. این ویدیو در مورد چالش پنالتیه. اول دو چالش داریم. چالش اول اینه که دور توپ میچرخیم روی نقطه پنالتی، 7 دور میچرخیم. بعد 7 دور دیگه شوتو میزنیم ببینیم چند تا گل میشه. از 3 ضربه باید دیگه ببینیم چند تاشو گل میکنیم. چالش دوم هم دیگه شوت بیرون محوطه است. همون 2 قدم بیرون محوطه تر میزنیم شوتو. بریم سراغ ویدیو. نفر اول شایان ضربه رو میزنم. تو ضربه. خب من ضربه رو میزنم دیگه. همه میریم واسه ضربه اول. 100%. دروازه‌بان روی پانی. وسط. جواد نقطه پنالتی. اون بر. نقطه پنالتی اینجاست. آره یکم عقب‌تر هم میزنم دیگه. دروازه‌بان خیلی. همونجا. ایناش. وسطش. اینم. این رونالدو رو نگیر. باید 7 دور بخوری. 7 دور باید بخوری. ضربه اول گل نشه. کلاً چالش اشتباه رفتیم. دوباره. اون بر. نه دیگه همینجا تمومه. اون بر. اینم. وسط چمن. چمنه. چمن. آه. ایناش. تموم. بزن. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. بیا در الان نوبت شایانه. ببینیم چی میشه. یک چیز به نفع من. بریم دور دوم. نه است. اما یه سر بزنیم. دوباره امیر. دوباره همین. 2-0 به نفع من. یه ضربه مونده دیگه. خدا بس دیگه. بازنده حساب میشه این دو. این چالش رو بازنده حساب. چالش بعدی رو کجایی؟ تموم باشه. یکم آروم بزن. یاریده. کلا من برنده شدم این چالش. آره دیگه. به نظرم نظری بهتر. 2-0 به نفع من. از 3 ضربه 2 تاشو گل کنم. شاید اینم گل کنه دیگه بازنده است. این چالش رو 2-0 من بردم. از 3 ضربه 2 تاشو گل کردم. اونم از 3 ضربه هیچ رو گل نکرد. واقعا که ریده. ببینیم چالش بعدی. چالش بعدی شوت از بیرون محوطه است.
3 قدم بیرون محوط. بریم چالش بعدی. الان داریم ضربه اول رو میزنیم ببینیم کدوم گل کنه. ضربه اول شایان، ببینیم گل میشه یا نه. خیر خیلی گل نمیشه. من رفتم در آزمان. برا خدا. اشتگن دوم داری منو مسخره میکنی. نه ضربه اینم از من. ضربه اول خودم رو میزنم. یه لحظه وایس. سیسر رونالدو هم میگیرم دیگه، خودتون کیف کنید. داره دست گرفت کنید دستش. خودتون میدید دیگه، خودم پاور شوت دارم مثل اف سی دیگه، عشق میکنی. زود الان یه چند نفری اومدن دیگه، باید زودتر ویدیو رو تموم کنیم. پس سرعت رو میبریم بالا. زود باش، زود. الان ما بینش هم یکم کردی حرف میزنیم دیگه، زبون اصلیمونه، میتونیم کردی حرف بزنیم دیگه. شما هم کم کم یاد بگیرید. زود دیگه. ضربه اول. ضربه اول گل نکردم متاسفانه، به چاخش دادم. بریم ضربه دومش رو. بابا چرا؟ ضربه دومش رو. یه پاس نازی بده. یه پاس نازی بده. بیلا برو دروازه‌بانی تو بکن. الان ضربه دوم من. بریم. همین الان سیسر رونالدو رو میگیرم، مستقیم میزنم دیگه، نمیخوام کات بدم. مستقیم میزنم تو رو پاره میکنم. گل اول من از 2 ضربه. بریم سراغ ضربه دومش رو. نه ضربه سومش دیگه. این آخرین ضربه‌اش گل کنه بود. مساوی گل نکنه یه بازنده. بریم سراغ ضربه آخر من و ضربه که حتی گلم نکنم برنده بشم. بریم. آفرین. چالش تموم شد. هر دو چالش رو من بردم و توپو بیار. میارم. هر دو چالش رو من بردم و این آقا که ای واسم گنده گوزی کرد بازنده شد. حتی یه گل هم نزد دیگه. ببینید ویدیو قبلی بود. ویدیو قبلی حساب کردین اونی که دیدید، اگه ندیدید برید توی چنل ببینید. ویدیو قبلی حساب کردیم، پیش خودمون 8 بودیم و دیگه نگاه کردیم کلا من 2 امتیاز کمتر بودم. توی ادیت که نگاه کردیم 2 امتیاز عقب‌تر بودم. خب این ویدیو هم تمام شد. ممنونم که ویدیو رو تماشا کردید و اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و چنل ما رو سابسکرایب کنید. زنگوله هم روی آل بذارید که وقتی که ویدیو گذاشتیم شما اولین نفر باشید که بهتون اطلاع داده میشه.